شب خوابی پریده ماند با مادر من، صبح اشکی چکیده ماند با مادر من. بر خدمت عسکری چو بردند مرا، یک نانی گزیده ماند با مادر من. سلام مادر جان، من سرباز خطوری گواردیا منوشهر سیم‌الدین در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گواردیا ملی قسم حربی 051-059 شهر تیز نژاد ادای خدمت کردم. نوچه جان، من به شما رحمت میگویم که شما چون فرزند تربیت کردید و به صف قوای مسلح روان کردید. نوچه جان، خدمت در قوای مسلح این قرض نمی‌باشد. من آمدم تا این وطن، این خلق ملت خودمان را حفظ نمایم. من میخواهم مادر عزیزم را به روز عید مادران که 8 مارس جشن گرفته می شود صمیمانه از تحت دل تبریک و مبارکباد نمایم و یک شعر گفتنیم: دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمام روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر.